شکرانه پروردگار پای قدم شما خاصی انا کمتر بهبودیش نه الحمدلله. وضع بابای بحردین از 2 هفته پیش خوبتر به نظر می رسد. کشاده رو و خوشحال است. 2 هفته پیش احوالش دیگر بود. هر روز پرتوتاست از پول ندارم که برم لیچه نکنم. کلبه آریتی این نویله تا 7 متر مربع جای زیست داشت. قبلا در دهه حیاتی نو در شهر باختر در خانه پدر بدرالدین می زیستند. سال 2013 بدرالدین را فرزند برادرش از خانه بیرون کرد و زندگی فقیرانشان آغاز شد. این همی جوگوام علم جای پگوی همجره چه کردیم با جوگوام گرفتیم اونجا رفتیم توارا. بعد انعکاس زندگی این عائله در رادیوی آزادی هزاران نفر به کمکشان رسیدند. این بارکش اسباب انجام بابای بدرالدین را به خانه نو میبرد. یک صاحبکار که نامش را آشکار نکرد در دهه باترآباد شهر لیوکند برای آنها خانه نو خرید. لگیجا برا نیگارک خانه نو اومده؟ ها خیلی خسان شدی؟ ها حالا نیگاره با پدر و مادرش به خانه نو می روند. سیام که کردن برفتن اینم یک تقدیری الهی رفتگی بوده است که یک سبب شدن مقصد امروز برای ما همه طرفه کمک کردن. خانه 4 حجره و 8 سوتیق زمین دارد. وقتی ما به اینجا رسیدیم کارگران آن را تعمیر می‌کردند. مردی خیرخواه خرج تعمیر و ترمیم خانه را هم به عهده گرفته است. با آدمایی که همین کار تشکیل کردگن با همینا همه قشلاق رحمت گفته هستند. بابای بدرالدین و همسرش به چنین رنگ گرفتن کار باور نداشتند. حالا که به این سعادت رسیدن دیگر بابای بدرالدین بیماریش را هم فراموش کرده است.